سلام، عصرتون بخیر. احسنی هستم. امروز یکی از جلسات گروه سیستم های اطلاعات و علوم داده دانشگاه صنعتی شریف هست و تعدادی از بچه ها قرار روی Natural Language Processing، در واقع روی LLM ها overviewی داشته باشیم از ابتدایی ترین مقالات Attention is all you need تا حال حاضر که 28 سپتامبر 2023 هستیم، حالا ماه سپتامبر و اکتبر، و احتمالاً این جلسات ما تا یکی دو ماه دیگه طول بکشه که سعی میکنیم تمامی پیپر هایی که مهم هستن و نقش کلیدی داشتن رو از ابتدا تا الان بررسی کنیم. خب آقای نوریان فکر کنم شروع میکنن پیپر اولو. بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام، وقت همگی بخیر. من نوریان هستم، دانشجوی در واقع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف. امروز میخوایم با اولین مقاله که Attention is all you need هست شروع بکنیم. اولین مقاله‌ای که من ساختار ترانسفورمر رو معرفی کرد و یک تغییر جدی رو توی دنیای Natural Language Processing به وجود آورد. خب این لیست در واقع مقالاتی هست که ما تو این جلسه و در جلسات آینده قراره در واقع کاور بکنیم. خب مقاله اول مقاله Attention is all you need هست. خب این مقاله سال 2017 پابلیش شد و اومد یک ساختار جدیدی رو برای تسک های زبانی معرفی کرد. خب ما تا قبل در واقع این ساختارهای قبلی که وجود داشت، حالا شبکه‌های کانولوشنی بود، شبکه‌های RNN بود که خب حتی در واقع این مکانیزم اتنشن هم روی شبکه‌های RNN ایجاد شده بود، اما خب یک سری چالش هایی داشتش که خب الان می‌خوایم اول بهش بپردازیم، ببینیم چه محدودیت‌هایی داشت و این ساختار جدید چقدر تونسته موفق باشه که به این محدودیت‌ها غلبه بکنه. خب اولین چیزی که هستش این که ما بتونیم یک مدل زبانی یا یک مدل هوش مصنوعی داشته باشیم که زبان رو بفهمه و یا تولیدش بکنه خیلی مهمه. اما خب مدل هایی که در واقع شبکه‌های RNN یا کانولوشنی که وجود داشت، یکی از مهمترین چالش ها و محدودیت هاشون این بودش که نمیتونستن ارتباطات طولانی و بین متن‌ها در واقع دریافت بکنن یا در واقع کپچر بکنن. خب نکته‌ای که هست، ممکنه ما این متن به شدت طولانی داشته باشیم و قسمت‌های مختلف این متن با هم در ارتباط باشه و فهمیدن این ارتباطات یک کار مشکلی هستش که حالا شبکه‌هایی که قبل از این وجود داشت چالش‌های مهمی رو تو این زمین داشته. همیشه ایده‌های مطرح می‌شد که ما بتونیم این لانگ رنج دیپندنسی ها رو در واقع کپچر بکنیم. خب من کرسرم فعال بکنم. اگه الان کرسر من دیده میشه دیگه، درسته؟ من که نمیبینم الان. شما یه خب الان فکر کنم باید مشخص باشه. بله الان هست. بسیار خوب. خب ما تو شبکه‌های RNN شبکه‌های LSTM معرفی شد که در واقع لانگ شورت ترم مموری بود که می‌اومد یه سری دیپندنسی ها رو واسمون دریافت می‌کرد. اما خب در حالت کلی ما چالش‌هایی که تو شبکه‌های RNN داشتیم مثلا گرادیانت ونیشینگ، یعنی چون یک شبکه سکوئنشوال بود و این شبکه سکوئنشوال یعنی ما یک جمله‌ای داشته باشیم، کلمات به ترتیب وارد این شبکه میشن. وقتی به ترتیب وارد میشن خب یک سری چالش‌هایی به وجود میارن. یکی از چالش‌ها اینه که ما ترینینگمون سرعتش میاد پایین به خاطر اینکه ما موازی سازی نداریم، یعنی اطلاعاتمون به صورت سریال وارد شبکه‌مون میشن
و خب چالش گرادین ونیشینگ هم چون که این شبکه طولانی و پشت سر هم میشه، خب این گرادین وقتی که میخواد به لایه‌های اولیه برسه از لایه‌های آخر ممکنه محو بشه. و خب همه اینا جزو چالش‌هایی بودش که باعث میشد کیفیت شبکه‌مون یا که در واقع دقتی که ما رو این تست می‌خوایم ما نتونیم دریافت بکنیم. شبکه‌های کانولوشنی هم در واقع محدودیت‌های دیگه‌ای داشتن. به عنوان مثال میتونیم بگیم که اینها ریسیپتیو فیلدشون محدود بود یا ثابت بود. مثلا فرض کنید که شما می‌خواید با یه سری عکس کار بکنید، خب معمولا شبکه‌های کانولوشنی توی رنج خاصی ممکنه این ابعاد این تصویر مشخص بشه. حالا همین اگه ما بخوایم رو تکست اعمال بکنیم خب ممکنه محدودیت داشته باشیم. و این شبکه کانولوشنی هم خیلی نمیتونستن دیپندنسی های بلند و واسمون دریافت بکنن. همه اینا دلیلی شد برای اینکه انگیزه ایجاد بشه برای اینکه ساختار جدیدی معرفی بشه. این ساختار ترانسفورمر با این ایده اومد که ما بتونیم این دیپندنسی های طولانی و بلند رو توی تکستا بتونیم کپچر بکنیم و همینطور بتونیم یک امکان موازی سازی ایجاد بکنیم که هم که در واقع سرعت ترینینگمون یا سرعت مدلمون کاهش پیدا بکنه. خب به طور کلی ترانسفورمر از دو بخش انکودر و دیکودر تشکیل شده که خب ما این شبکه‌های RNN هم داشتیم. بخش انکودر وظیفش اینه که بیاد یک در واقع نمایشی از ورودی و توی یک بعد جدیدی داشته باشه که در واقع یک سری اطلاعات ما بریم توی بعد جدید و بتونیم باهاش کار بکنیم. برای مثال کلمات تبدیل میشن به یک سری وکتورها و این وکتورها وقتی که از لایه انکودرمون عبور میکنن به یک سری وکتورهای جدیدی یا یک سری فضای جدیدی منتقل میشن که علاوه بر محتوای خود اون کلمه یک سری اطلاعات درباره ارتباط اونها با بقیه کلمات یا جایگاهشون توی جمله برای ما در واقع حاوی اینجور اطلاعات هستن. بخش دوم بخش دیکودر که هستش که با استفاده از خروجی بخش انکودر برامون خروجی رو میسازه که متناسب با اون چیزی هست که ما میخوایم. برای مثال میتونه یک تکستی رو تولید بکنه، یعنی دوباره از اون فضا برگردیم به فضایی که شبیه صحبت خودمون هستش. خب این در واقع نمای کلیه ساختار ترانسفورمر هست. یعنی از یه انکودر و دیکودر استفاده شده. تسکی که اینجا ما میبینیم یه تسک ترجمه هست. برای مثال به یک زبانی کلمات وارد میشن، میان تو دیکودر، خروجی دیکودر به بخش وارد انکودر میشن، خروجی انکودر به بخش دیکودر داده میشه و در نهایت ترجمه اون جمله مثلا به زبان انگلیسی رو ما اینجا دریافت میکنیم. هر کدوم از بخش انکودر و دیکودر میتونه از لایه‌های مختلفی تشکیل بشه. برای مثال اینجا داریم میبینیم که مثلا هر کدوم از این بخش‌ها از 6 تا لایه انکودر و 6 تا لایه دیکودر تشکیل شده. خب بخش انکودر همونجوری که گفتیم وظیفش چیه؟ از دو تا بخش کلی تشکیل شده، بخش سلف اتنشن و بخش فید فوروارد. بخش سلف اتنشن وظیفه‌ای که داره اینه که بیاد ارتباط میان در واقع قسمت‌های مختلف ورودیمون رو دریافت بکنه و بخش فید فوروارد بخشی هستش که یک ترانسفورمیشن غیر خطی روی خروجیمون اعمال میکنه که خب ما رو به ریزالت نهایی اون فضایی که میخوایم بریم میرسونه. بخش دیکودرمون باز هم از لایه‌های مختلفی تشکیل شده که خب یه بخشش سلف اتنشن هست، یه بخشش هم فید فوروارد هست که خب توضیحشو دادیم و اینجا ما میتونیم یک ساختار کلی از این در واقع معماری ترانسفورمر ببینیم. این بخش انکودرمون هست، خروجیش میره تو بخش دیکودرمون، این کل این بخش دیکودرمون هست که خب اگه دقت کنیم می‌بینید که اینجا از معماری سلف اتنشن یا مولتی هد سلف اتنشن تشکیل شده. خب جلوتر توضیح میدیم. بعد دوباره فید فوروارد داره اینجا. تو بخش دیکودرمون هم در واقع به همین شکل هست. حالا با جزئیاتش جلوتر توضیح میدیم. هر کدوم از این بخش‌های سلف اتنشن هم ساختارش رو اینجا می‌بینیم که باز جلوتر راجبشون صحبت می‌کنیم. خب بخش سلف اتنشن همونجوری که گفتیم میاد ورودی رو دریافت میکنه و این ورودی میاد بین
قسمت‌های مختلف این ورودی سعی میکنه ارتباطات رو دریافت بکنه و در واقع متوجه اون ارتباطات بشه. نکته‌ای که هست اینجا برخلاف شبکه‌های سکوئنشال یا RNN ما کل ورودی رو یک جا دریافت میکنیم. یعنی ما اگه برگردم به این تصویر، اینجا که وقتی نوشته اینپوت یعنی کل تمام ورودی ها به صورت در واقع در یک لحظه وارد مدل میشن دیگه. اینجوری نیستش که ما هر توکن به توکن بفرستیم یا کلمه به کلمه ارسال بکنیم. اینجا تصویری که شما میبینید یک مثال هست که حالا یک جمله هست و خب این جمله رو اومده، این در واقع خروجی یک لایه سلف اتنشن هست که اومده مشخص کرده که هر مثلا یک کلمه ایت که تو این جمله اومده احتمالاً با کدوم یکی از کلماتی که تو جمله هست ارتباط بیشتری داره، که خب همونجوری که میبینید مثلا با این کلمه د انیمال داره قدرت بیشتری رو نشون میده که خب عملا داره به ما اینو نشون میده که این ایت برمیگرده به این د انیمالی که مثلا توی جمله قبلی ظاهر شده بود. خب بعد از سلف اتنشن ما در واقع مولتی هد اتنشن رو داریم. در واقع مولتی هد اتنشن چیزی جز این نیستش که ما لایه‌های مختلف سلف اتنشن رو کنار هم بذاریم. این به ما کمک میکنه که ما میتونیم ارتباطات مختلفی رو کپچر بکنیم. برای مثال توی تصویر قبلی ما دیدیم که مثلا این کلمه ایت خب به یه شکلی به این د انیمال برمیگرده، ممکنه به شکل‌های دیگری به کلمات دیگه هم مرتبط باشه. خب هر کدوم از این لایه‌های سلف اتنشن یک نوع ارتباط رو میتونه واسمون کپچر بکنه و وقتی از مولتی هد اتنشن استفاده میکنیم این قابلیت رو به ما میده که ما میتونیم نوع‌های مختلفی از این دیپندنسی ها رو در واقع کپچر بکنیم. خب همونجوری که میبینید این معماری در واقع سلف اتنشن هست. اتفاقی که دقیقاً میفته ما به ازای هر کلمه 3 تا وکتور کوئری، کی و ولیو داریم که من حالا باز اینا رو توضیح میدم که باعث از روابطی که حالا اینجا مشاهده میشه اینا با هم یک در واقع ضرب میشن و این چیزهای خروجی میگیریم که اون خروجیه به ما نشون میده که ممکنه این کلمه‌مون با چه کلمات دیگه‌ای ارتباط داشته باشه. لایه‌های مختلف این اگه ما کنار هم بذاریم به یک ساختار مولتی هد اتنشن میرسیم. خب هر کدوم از این کوئری، کی و ولیو ها چی هستن؟ خب من همینجا توضیح بدم. ما به ازای هر کلمه میایم ماتریس های وزن مختلفی به صورت رندوم در ابتدا تعریف میکنیم که این ماتریس ها در ادامه یاد گرفته میشن و وقتی وکتور امبد شده کلمه رو در هر کدوم از اون ماتریس ها ضرب بکنیم 3 تا وکتور جدید کوئری، کی و ولیو میگیریم. در واقع ما 3 تا ماتریس داریم به ازای هر کلمه که وقتی اون بردار اون کلمه رو ضرب در اون ماتریس بکنیم 3 تا وکتور کوئری، کی و ولیو به دست میاریم. این 3 تا وکتور کوئری، کی و ولیو در واقع ما کمک میکنه که ارتباط این کلمه رو با کلمات دیگه به دست بیاریم. به چه شکلی؟ به صورت خلاصه کوئری هر کلمه رو ما در کی یک کلمات دیگر ضرب میکنیم، ضرب داخلی میکنیم و در نهایت مقایسه میکنیم بین این روابطی که در واقع همین ضرب داخلی که انجام دادیم و خب میتونیم اطلاعات مختلفی رو به دست بیاریم. در حالت کلی کوئری تمام وکتورها رو ما زیر هم می‌نویسیم، یعنی زیر هم وقتی بنویسیم به یه ماتریس تبدیل میشه، کی هم به همین شکل و این روابطی که شما اینجا به صورت شماتیک دارید میبینید به صورت همزمان میتونه تمام این ضرب داخلی ها رو انجام بده و همزمان ما به یه پروسسی روی کل کلمات داریم و میتونیم در واقع با چند تا ضرب ماتریسی تمام ارتباطات میان تمام کلمات رو به دست بیاریم. خب یه بخش دیگه ای که قبل از اینکه کلمه ما به وارد در واقع بخش انکودر یا دیکودرمون بشه یه بخش پوزیشنال انکودینگ هست که این پوزیشنال انکودینگ میاد یک اطلاعات اضافی رو به اون بردار کلمه‌مون اضافه میکنه که این اطلاعات اضافی در واقع چی رو دارن نشون میدن؟ اینو دارن نشون میدن که پوزیشن در واقع اطلاعات پوزیشن کلمه توی جمله هست. یعنی خب یک کلمه یک معنی داره و
این معنی خیلی ممکنه وابسته به این باشه که این کلمه در کجای جمله قرار گرفته و همینطور ارتباط این کلمه با کلمات دیگه ممکنه به جایگاه اون کلمه توی جمله بستگی داشته باشه. پوزیشنال انکودینگ در واقع میاد این اطلاعات رو واسمون کپچر میکنه که جایگاه این کلمه توی جمله چه تأثیری داره و این اطلاعات رو به برداری که در واقع داره اون کلمه رو واسمون ریپرزنت میکنه اضافه میکنه. خب در حالت کلی حالا ما با قسمت‌های مختلف این ساختار اتنشن رو گفتیم در حالت در ساختار ترانسفورمر و وقتی که می‌خوایم اینو آموزش بدیم، آموزش شبکه ترانسفورمر از دو تا بخش کلی تشکیل شده. یه بخش پری ترینینگ هست و یه بخش فاین تیونینگ. حالا اینجا ما حالا تو این اسلاید راجع به پری ترینینگ صحبت می‌کنیم. پری ترینینگ در واقع ما میایم یک در واقع آموزش سلف سوپروایزد هست، یعنی ما هیچ لیبلی برای دیتا هایی که به عنوان در واقع دیتا ست ترین میخوایم استفاده کنیم نداریم، ولی از خود این دیتا ها استفاده میکنیم برای اینکه مدلمون چیزایی یاد بگیره. هدف پری ترینینگ کردن اینه که مدلمون بتونه اون ساختار جملات یا گرامری که توی در واقع زبان ما داریم و یاد بگیره. خب به شکل‌های مختلف این پری ترینینگ انجام میشه که خب یکی از مهمتریناش اینه که ما میایم کلمات مختلف رو توی ورودیمون به قولی ماسک میکنیم، یعنی اونا رو برمیداریم و از شبکه میخوایم که اون کلمات رو برامون پردیکت بکنه و خب به این شکل این شبکه یاد میگیره که به صورت احتمالاتی یک کلمه بعد از یک کلمه ممکنه چه کلمات دیگه ای ظاهر بشن و خب این کمک میکنه که بتونه ساختار یا گرامر اون زبان رو یاد بگیره. بعد از پری ترین کردن روی یک تعداد خیلی زیادی از داده ها ما فاین تیونینگ رو داریم که فاین تیونینگ اینجا جایی هستش که ما مشخص میکنیم که این شبکمون برای چه تسک خاصی میخواد کار بکنه. خب تو بخش پری ترینینگ صرفا میاد کلیت اون زبان رو یاد میگیره، اما تو بخش فاین تیونینگ ما به ازای هر ورودی یک لیبلی داریم، در واقع یک ترینینگ سوپروایزد هست و حالا اینجا مشخص میکنیم که برای یک تسک خاص، مثلا فرض کنیم ما یک تسک کلاسیفیکیشن داریم، بنابراین برای هر ورودی ما یک لیبلی مشخص میکنیم و شبکه رو آموزش میدیم. در نتیجه شبکه علاوه بر این که ساختارهای زبان رو یاد گرفته، الان بعد از پروسس فاین تیونینگ میتونه واسه یک تسک خاصی هم در واقع همون برای تسک خاص واسه همون ایفای نقش بکنه. خب اسلاید لود نمیشه برای من، نمیدونم شما تصویر دارید یا نه. خب ریزالت هایی که در واقع با این ساختار ترانسفورمر بهش رسیدن یک اختلاف خیلی خوبی با ساختارهای قبلی داشتش، علاوه بر این که امکان موازی سازی رو برای ما فراهم میکرد که در واقع فرآیند ترینینگ خیلی بهتر انجام میشد. نتایج به شدت بهتری و در واقع توی تسک های NLP در واقع به نمایش گذاشت که خب این امکان موازی سازیه باعث شد ترینینگ به شدت سرعتش بالاتر بره و همینطور ارتباطات اون طولانی که ازش صحبت میکردیم، همون لانگ رنج دیپندنسی ها رو با این ساختار مولتی هد اتنشن خیلی بهتر و منعطف‌تر تونست این ساختار در واقع ترانسفورمر دریافت بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره، حالا اینو میتونیم جلوتر راجبش بیشتر صحبت کنیم، ولی خب حالا هدفهای آینده‌ای که توی این مقاله مطرح شده بود اینه که بتونن دوباره اون محاسبات رو در واقع بتونن ساده تر بکنن، در واقع حجم محاسبات یا پیچیدگی محاسباتشون رو، و اینکه از نظر مموری بتونن ساختارهایی رو معرفی بکنن که به قولی افیشنت تر باشه.
در مجموع بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم برای تسک هایی که مربوط به زبان هستن، یک در واقع محدودیتی که وجود و چالشی که وجود داشت این بودش که کپچر کردن ارتباطات توی در واقع دیتاهای طولانی سخت بودش و این ساختار ترانسفورمر که متشکل از سلف اتنشن و مولتی هد اتنشن هست به علاوه پوزیشنال انکودینگ که راجعش صحبت کردیم تونست یه پاسخ خوبی رو به چالشی که ما داشتیم بده و نتایج قابل توجهی برامون ثبت بکنه. خب این از اولین مقاله بود. دومین مقالمون در واقع با نام Improving Language Understanding by Generative Pre-Training هست که این مقاله‌ای بودش که بعد از اینکه ساختار ترانسفورمر معرفی شد، این ساختار در این مقاله توسط OpenAI در واقع ریلیز شد سال 2018، یعنی یک سال بعد از اینکه ساختار ترانسفورمر معرفی شد و در واقع مقاله‌ای هستش که مدل GPT رو اومده معرفی کرد، یعنی GPT 1 یا در واقع بیس مدل GPT توی این مقاله معرفی شد. خب ما تسک‌های مختلف NLP رو اگه بررسی بکنیم می‌بینیم که خب کلاً هر تسکی که مرتبط با تکست باشه یا تسک‌هایی مثل question answering، تسک‌هایی که ما بخوایم سمنتیک رو در واقع دیتکت بکنیم، یعنی احساسات رو بخوایم از توی اون متنمون به دست بیاریم، بخوایم تسک‌های که کلاسیفیکیشن باشه، بخوایم داده‌های متنی مختلف رو به دسته‌های مختلفی در واقع تقسیم بکنیم، همه اینا تسک‌هایی هستش که ما به در واقع نشنال لنگویج آندرستندینگ نیاز داریم، یعنی یک مدلی که بتونه واسمون این در واقع نشنال لنگویج رو متوجه بشه. خب در واقع تو این مقاله که GPT معرفی شد در واقع همون یک فورسی روی به قولی یک تأکیدی روی دو مرحله ترینینگ اومد گذاشت، یعنی همون آن سوپروایز پری ترینینگ و سوپروایز فاین تیونینگ. در واقع این بخش آن سوپروایز پری ترینینگ خیلی بولدتر شد از اینکه ما هر چقدر بتونیم یک پری ترینینگ قوی تری داشته باشیم در نتیجه مدلمون قابلیتش به شدت بیشتر میشه و با یک مرحله‌ای که ادامه این میاد، یعنی فاین تیون کردن خیلی ساده، میتونیم روی تسکی که ما در واقع داریم بتونیم نتیجه قابل توجهی ثبت کنیم. نکته‌ای که هست این بخش آن سوپروایز پری ترینینگ فارغ از اینه که ما توی چه تسک خاصی داریم این مدل رو استفاده می‌کنیم، این داره قابلیت‌های مدلمون رو تعیین می‌کنه. این بخش فاین تیونینگ هستش که مرتبط به این میشه که ما توی چه تسک خاصی حالا می‌خوایم از این مدل استفاده بکنیم. ایده‌ای که اینا استفاده کردن این بودش که اومدن روی یک حجم خیلی زیادی از داده‌ها مدل رو آموزش دادن. عرضم به حضورتون که کلا اون معماری ترانسفورمر رو فقط اومدن از بخش دیکودرش استفاده کردن، یعنی GPT فقط از بخش دیکودر ترانسفورمر استفاده میکنه و حالا به شکل‌های مختلفی ما میتونیم فرآیند پری ترینینگ رو داشته باشیم. برای مثال اینکه یک سری کلمه رو توی جمله مثلا به این مدل میدیم و کلمه بعدی رو مشخص نمی کنیم و مدل باید سعی بکنه که کلمه بعدی رو پردیکت بکنه، یا اینکه کلا به صورت رندوم بیایم جاهای مختلف جمله رو ماسک بکنیم، یعنی یه سری کلمات رو از وسط‌های جمله برداریم و مدلمون سعی بکنه که اون کلمات رو واسمون پردیکت بکنه که خب همه اینا کمک میکنه که این مدل بتونه اون ساختار، گرامر یا اون استاتستیکال پترنی که داره تو خودش به وجود میاره برای ارتباط میان کلمات مختلف، جملات مختلف رو بتونه بهتر داشته باشه. خب یه رابطه ریاضی ساده‌ای داره. در واقع ما می‌خوایم احتمال یک کلمه رو بر اساس کلمات قبلی و حالا وزن‌هایی که داریم بتونیم تخمین بزنیم. این در واقع لاست اولمون میشه، لاست پری ترینینگمون میشه. ما دنبال این هستیم که بتونیم این لاست رو در واقع ماکسیمایز بکنیم. و حالا این بیشتر داره راجع به لایه‌هاش صحبت میکنه که توی حالا لایه‌های مولتی هد داریم چه اتفاقی میفته. لایه آخرمون خب لایه ساف مکس میتونه باشه که این لایه ساف مکس بعدش به اندازه میتونه بعد مثلا کلماتمون باشه
که به ما بگه که کدوم کلمه احتمال بیشتری داره که ظاهر بشه، حالا یا به عنوان کلمه بعدی یا به عنوان کلمه‌ای که مسک شده. بعد از اون ما فرآیند فاین تیونینگ رو داریم که فرآیند فاین تیونینگ اینجا دیگه مشخص میشه که ما توی چه تسک هایی به عنوان در واقع تسک های داونستریم مشخص میشن، این تسک هایی که زیر مجموعه تسک های زبانی هستن ما میتونیم بریم فرآیند فاین تیونینگ رو انجام بدیم که خب یک فرآیند سوپروایزد هست، اشاره کردیم بهش. توی چیزای تسک های مختلف مثل سمانتیک انالیسیس، تکست کلاسیفیکیشن، کوئسچن آنسرینگ و چیزهای مختلف میتونیم ازش استفاده کنیم. این هم لاستی هستش که ما در واقع توی فاین تیونینگ داریم، یعنی با توجه به کلماتی که داریم میخوایم یک لیبلی رو پردیکت بکنیم و در اینچه ما دنبال هستیم که این لایکلیهودمون رو ماکسیمایز بکنیم توی قسمت فاین تیونینگ. بنابراین در حالت کلی ما ابجکتیو فانکشنمون به همچین چیزی در میاد، یعنی یک ترکیبی از پری ترینینگ و فاین تیونینگ. خب اینجا هم شماتی که نشون داده که میگه خب ساختار یکسان هست و ما میتونیم توی تسک های مختلفی در واقع این کار رو انجام بدیم که عملا این ساختار یکسانی هست. تهش این تو لایه آخر با توجه اینکه حالا ما چند تا خروجی میخوایم یا چه تسکی داریم میتونیم لایه های لینیری قرار بدیم، یعنی یک در واقع شبکه مولتی پرسپترون و این مدلمون رو فاین تیون بکنیم برای تسک خاصی که داریم. این ریزالتی هستش که توی مقاله بهش اشاره کردن، گفتن که ما توی 9 تا از 12 دیتا ستی که به قولی حالا معروف هم هستن ما تونستیم یک ریزالت خیلی بهتری رو ثبت بکنیم که خب اینجا دارید میبینید. برای مثال توی اسلاید های بعدی هم هست، مثلا اینجا تسک کوئسچن آنسرینگ هست روی مثلا 4 تا دیتا ست، میبینید که درصدش از مدل های قبلی که وجود داشته بالاتر رفته، یا مثلا تسک کلاسیفیکیشن که خب اینجا ریزالتاش دوباره قابل مشاهده هست. در نتیجه اینکه بخش پری ترینینگ ما خیلی به این کمک میکنه که مدلمون چقدر غنی بشه، چقدر قدرتمند بشه و در نهایت با فاین تیونینگ ساده ما میتونیم اونو مدلمون رو اپلای بکنیم به هر تسک زیر مجموعه تسک زبانی که داریم، مدلمون رو اعمال بکنیم. خب مقاله بعدی مقاله برت هست. من ادامه ارائه رو به خانم محترم میسپارم که مقاله بعدی رو واسمون ارائه بده. خیلی ممنون از آقای نوریان. من نگین محترم هستم، دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی برق. خب من فقط خب مقاله برت در ادامه حالا مقاله که آقای نوریان ارائه دادن، حالا یه مقاله خیلی مهمی بود که در واقع ریلیز شد و در واقع اسمش Pre-training of Deep Directional Transformers for Language Understanding است. و خود کلمه BERT مخفف Bidirectional Encoder Representation from Transformers هست. کار مهمی که در واقع اصلا انجام شد توی مقاله همین بحث Bidirectional Encoder هستش که حالا در ادامه بیشتر توضیح داده میشه. و خب یک Pre-trained Language Model هستش که در واقع از سمت گوگل ارائه شده و در واقع به تونسته در واقع از پرفورمنس و state of the art حالا در واقع بهتر عمل کنه و خیلی نتایج خوبی داشته باشه. ساختار اصلیش از همون ساختار ترانسفورمر هم گرفته که توضیح داده شد و در واقع روی یک حجم عظیمی از داده unlabeled در واقع فیچرینگ شده و برای تسک های داونستریم در واقع در نهایت فاین تیون شده که حالا این تسک ها میتونن در واقع تکست کلاسیفیکیشن، کوئسچن آنسرینگ و غیره باشن.
و خب توی حالا کاربردهای مختلفی هم توی چت بات ها و ویژوال اسیستنت داشتیم. در واقع کاری که حالا کانتریبیوشن جدیدی که داشتن نویسنده هاش این بحثی بوده که بیایم موقعی که میخوایم یک جمله رو انکد کنیم و بیایم در واقع یک سری حالا توکن ارائه بدیم براش که در نهایت بتونیم در واقع اون آندرستندینگ و مدلمون به دست بیاره، به جای اینکه از یک سمت فقط در واقع این توجه رو داشته باشیم، بیایم از دو سمت یک جمله یا یک سیکونس در واقع این رپرزنتیشن رو داشته باشیم. و این به چه معناست؟ به این معناست که ما برای مثال وقتی که داریم به صورت حالا خیلی ساده میخوایم مثلا بیایم بر یک کلمه بعدی یک سیکونس رو، یک سیکونس که تا الان مثلا 4 تا کلمه است، 3 تا کلمه است و یه مقدارش رو دیدیم رو پیش بینی کنیم، در واقع میایم به اون کلماتی که قبلش اومدن توجه میکنیم و کلا هم جمله‌مون وقتی میخواد که یک مدل احتمالاتی یاد بگیره برای اینکه بیاد بتونه یک در واقع فهم کلی از اون زبان به دست بیاره، میاد در واقع موقع در فرآیند ترین شدن و در فرآیند انکد کردن اون سیکونس ها ما میایم و در واقع کلماتی که قبل از اون حالا کلمه نهایی اومدن که حالا میخوایم پردیکتش کنیم، میایم به کلمات قبل اون توجه میکنیم، در صورتی که برای اینکه بتونیم بهتر کانتکست متوجه بشیم خب کلمات بعدش هم اهمیت خیلی بالایی دارن و خب خیلی میتونن به ما کمک کننده باشن از اینکه در این حالا مسیر که ما بتونیم کانتکست و موضوع در واقع بهتر بتونیم بفهمیم توی اون جمله. پس این بحث پری‌ترینینگش به صورت حالا بای دایرکشنال انجام میشه و خب باعث میشه که بتونه در واقع فهم بهتری از کانتکست داشته باشه. از حالا از MLM استفاده میکنه که در واقع ادامه توضیح داده میشه که چیه برای توکن های یک جمله و همینطور از NSP استفاده میکنه که در اسلاید های آینده در واقع توضیح داده میشه. و در واقع همونطور که گفتم از ساختار ترانسفورمر کمک میگیره و تقریبا هم حالا مدل هایی که برای تسک های بعدیش، برای تسک های در واقع داونستریم در واقع فاین تیون میکنه، همشون از تقریبا یک ساختار مشابه که ترانسفورمر بیس هست استفاده میکنه. خب راجع به در واقع ماسک لنگویج مدلز یا همون MLM بخوام صحبت کنم، در واقع کلا اپروچ این شکلیه که ما وقتی یه جمله داریم بیایم و اون جمله رو یک کلمش رو بیایم حالا ماسک کنیم و مدلمون رو ترین کنیم که یاد بگیره که این کلمه‌ای که ماسک شده رو در واقع پیش بینی کنه که حالا اون کلمه چی بوده. و خب این اپروچ در واقع کمک میکنه که بیاد مدل ما در واقع یک کانتکستوال رپرزنتیشن بهتری رو بتونه درک کنه و ارائه در واقع فهم بهتری از این کانتکست داشته باشه و همینطور بتونه ارتباط بین کلمات رو توی جمله بهتر درک کنه. و خب در واقع در حین پری‌ترینینگ حالا یه مثالش هم الان اینجا اومده که جمله اصلی مثلا این بوده که I love to eat pizza و حالا در واقع اون کلمه پیزا اومده ماسک شده و مدل ما در واقع یاد میگیره که حالا اون کلمه که ماسک شده رو، حالا این ماسک شدن هم در واقع در ادامه توضیح داده میشه که به شیوه‌های مختلفی هست، ولی مدلمون در واقع یاد میگیره که اون کلمه یا توکنی که ما ماسک کردیم رو بیاد با توجه به اینکه کانتکست چی هست اونو پیش بینی کنه. یک چیز دیگه که در واقع استفاده میکنه بحث NSP هست که Next Sentence Prediction هست، مجددا برای اینکه اون Contextual Information رو بتونیم بهتر مدلمون بفهمه یک سری یا در واقع دیتا ستی که آماده شده براش این شکلیه که از چند جفت در واقع جمله تشکیل شدن که این جمله ها بعضیاشون به هم مرتبط هستن و بعضیاشون هیچ ربطی به هم ندارن. در واقع بعضیاشون میتونستن در ادامه هم دیگه بیان و مثلا از یک تکسی برداشته شده که این دو تا جمله پشت سر همن و بعضیاشون نه، رندومن و هیچ ربطی به هم ندارن. و مدل ما قراره یاد بگیره که خب این اطلاعات در واقع کانتکستوال رو از اینا استخراج کنه و ببینه که آیا اینا به هم اصلا مرتبط هستن یا نه و خب این ارتباط بین کلمات رو، ارتباط بین جمله ها رو اینجا یاد بگیره. پس در واقع هدف کلی MLM این بود که
ارتباط بین کلمات توی یه جمله رو یاد بگیره و بتونه از طریق اون کلمه که مسخ شده رو تدریس کنه و هدف کلی NST هم اینه که این کارو توی یک در واقع اسکیل بزرگتری انجام بده و برای جمله ها بیاد این ارتباط رو در واقع درک کنه و بتونه پیش بینی کنه که آیا دو تا جمله میتونستن به هم مرتبط باشن، میتونستن در واقع حالا در ادامه هم دیگه بیان یا نه. و خب این کار رو حتی میتونیم برای یک سیکونس طولانی‌تری بکنیم که اصلا حالا سنتنس نباشه و در واقع مثلا دو تا قسمت از متن باشه، دو تا پاراگراف از یه متن باشه و اینا پشت سر هم بیان و خب این اطلاعات در واقع کانتکستوال در یک اسکیل بزرگتری مدل ما یاد بگیره که متوجه بشه. و خب مثالش هم اینجا اومده که در واقع اینپوت ما بوده این که the sky is blue, it is a beautiful day و آوتپوت ما اینجا اینه که خب این دو تا جمله پشت سر هم هستن چون که اطلاعاتشون در واقع شبیه همه و در واقع میتونسته که این خیلی رندوم نیست هم میتونستن که پشت سر هم بیان. یک توضیح کوتاه هم بدم، این CLS و separate در واقع یه سری توکنن که CLS که توکنی که در جمله باهاش شروع میشه و حالا نشون دهنده اینه که الان جمله من شروع شده و خب این separate هم در واقع میاد اون دوتا جفت جمله‌ای که داریم و میاد از هم جدا میکنه که میخواد نشون بده که حالا جمله بعدی داره شروع میشه. و خب در واقع انکودرمون همونطور گفتم ترانسفورمر هست و بای دایرکشنال هست و خب در واقع ایمپلمنتیشنش حالا آقای نوریان توی مقاله اولی که توضیح دادن مفصل راجعشون صحبت کردن و اینجا دیگه صحبت نمی‌کنم. و خب همونطور که گفتم ساختارش برای تسک‌های مختلف تقریبا ساختار یکسانی هست، فقط یه سری حالا چیزهای کوچیکی توشون در واقع تغییر داده شده ولی مدل پریچین شده در واقع یک ساختار حالا یکسانی رو حفظ میکنه برای تسک‌هایی که حالا در ادامه استفاده شده. و خب در واقع سلف اتنشن هم استفاده میکنه بای دایرکشنال. سلف اتنشن حالا توضیح داده شد ولی خب به طور کلی سلف اتنشن اینه که ما در واقع یک بای دایرکشنال سلف اتنشن این شکلی که ما یک سیکونس اینپوت یک سیکونس ورودی که به مدل میدیم رو در واقع مدلمون یاد بگیره که ارتباط بین حالا اون توکن هایی که توی همون سیکونس هستن رو بتونه در واقع تشخیص بده و در واقع یه رپرزنتیشن وزنداری ارائه بده که توی اون رپرزنتیشن بحث این که در واقع هر توکن کجا هم قرار گرفته علاوه بر این که خود اون توکن چی هست بحث در واقع پوزیشنال انکودینگ هم در نظر بگیره و یک رپرزنتیشن وزنداری از اون سیکونس ارائه بده. و خب فرقش با مدل GPT که در همون زمان حالا حدوداً در واقع مقاله‌اش ریلیز شده بود بحث همینه که در واقع اون سلف اتنشنی که GPT ارائه داد یک در واقع قید و شرطی داشت که ما وقتی می‌خوایم این ارتباط رو بین توکن‌های توی یه سیکونس یاد بگیریم قیدش این بود که خب حالا ما برای یک کلمه فقط کلمه‌هایی که قبلش اومدن در گذشتهش اومد وقتی که منظورم از قبل حالا اینکه ما یک جمله رو داریم از چپ به راست می‌خونیم فقط به توکن هایی که در چپ اون مثلا کلمه اومده بودن توجه می‌کرد ولی خب ما در واقع توی مقاله برت به توکن های کل اون جمله توجه میکنه و خب از هر دو جهت اینو بررسی میکنه و خب در دو تا حالا سایز ارائه شده که در واقع تعداد پارامترشون فرق داره و یه بیس هست و یه مدل لارجش هست که حالا اطلاعاتش اینجا اومده که برای مثال اولی $12 داشته دومی 24 تا و این در واقع سلف اتنشن هدش هم فرق داشته. خب و سلف اتنشن هد اینه که صرفا یک در واقع ما یه سری اتنشن هد داریم که این هر کدوم از اینا یک رپرزنتیشن خاص خودشون رو ارائه میدن از اون جمله و در نهایت حالا با یک روش‌های مثل کانکتینیشن یا مثلا صرفا یه لایه خطی مثلا در نهایت با هم ترکیب میشن و خب رپرزنتیشن بهتری رو ارائه بدن چون که از چیزهای مختلفی استفاده شده از در واقع روش‌های مختلفی برای این رپرزنتیشن وزندار برای هر کدوم استفاده شده. و خب اینکه حالا از کدوم مدل استفاده بشه خب
طبیعتا بستگی داره اینکه اون تسک ما چقدر پیچیده هست و چقدر میتونه، حالا خب ممکنه یه تسکی که کلاسیفیکیشن باشه صرفا و فقط ما بخوایم حالا در واقع برای مثال حالا یه تسک خیلی ساده کلاسیفیکیشن همینه که صرفا ما دو تا سیکونس بهش بدیم و مدلمون تشخیص بده که آیا مثلا اینا به هم مرتبط هستن یا نه. خب حالا این یه تسک ساده تری از این که بخواد یه چیزی رو مثلا خودش جنریت کنه و یه مثلا سوالی ازش پرسیده بشه و اون به ما جواب بده و خب بسته به اینا ما میتونیم انتخاب کنیم که از کدوم یک از این مدل ها در واقع استفاده کنیم. و خب اگه حالا راجع به اون اینپوت آوتپوت رپرزنتیشن صحبت کنم، در واقع ما حالا یه سنتنس داریم و یه سیکونس داریم. سنتنس میتونه حالا در واقع صرفا یک سری تکستن که حالا با اون کلمه سپریت در نهایتش مشخص میشن که اون سنتنس همون تموم شده، و سیکونس میتونه حالا دو تا سنتنس باشه و میتونه خب یه سنتنس باشه و میتونه به عنوان ورودی به جمله‌مون داده بشه که یه سنتنس مثل همون تسک در واقع MLM هست که یک کلمه ماسک میشد و دو تا سنتنس هم مثل در واقع NSD هست که دو تا جمله داده میشد و ارتباط بین اونها تشخیص میداد. از وردپرس امبدینگ استفاده شده که در واقع یک امبدینگیه که یک قسمت‌هایی از در واقع جمله رو به یک سری قسمت در واقع تقسیم میکنه و واسه هر کدوم از اونها توکن خاصی داره و همونطور که گفتم هر سیکونس با در واقع توکن CLS مشخص میشه که شروع شده و در واقع سپریت هم که هر جمله رو مشخص میکنه. و همونطور که توضیح داده شد، برای مثال من یک جمله‌ای که حالا اینجا اومده از سه تا امبدینگ مختلف استفاده شده. امبدینگ اول که صرفاً توکن امبدینگه که هر کلمه رو به طور خاص بیاد یک در واقع امبدینگی براش ارائه بده. یه امبدینگ دیگه که از سگمنت امبدینگه که یعنی صرفاً داره میگه که خب الان این کلمه‌ای که من در اینجا دارم مختص در واقع کدوم سگمنت از سیکونس منه، که من برای مثال الان جمله تا وقتی تا آخر جمله اول مختص سگمنت A هست و تا بعد جمله دوم که شروع میشه در واقع سگمنت B هست. و پوزیشن امبدینگ که مثل همون در واقع پوزیشن انکودینگ هست که آقای میلیان هم توضیح دادن که چقدر میتونه مهم باشه. اینه که صرفاً ما یک کلمه‌ای که داریم فقط به این توجه نکنیم که حالا اون کلمه من امبدینگش چی میشه، در واقع این که کلمه من در کجای جمله قرار گرفته باشم خب خیلی مهم هست از این که توی حالا این که ما بتونیم در واقع فهم درست از اون زبان و این گرامر در واقع زبانی که داریم حالا انکود میکنیم بتونیم تشخیص بدیم که حالا هر کلمه کجای جمله قرار گرفته و خب ما بر اساس حالا اون تصحیح که داریم بیایم این پوزیشن امبدینگ هم اضافه کنیم. پس از هر سه تا از این امبدینگ استفاده میکنه که خب باعث میشه که بتونیم عملکرد بهتری داشته باشه. و دیتا ست هایی هم که استفاده میکنه اصلا انگلیش ویکیپدیا هست و با کورپوس هستش که خب خیلی تعداد کلمه های زیادی هم داره و خب همونطور که گفتم پری ترینینگ هم به صورت آن لیبل در واقع انجام میشه که صرفا یک درک کلی داشته باشه که بتونیم راحت به تسکای دانستریم حالا تعمیمش بدیم و خب خیلی بتونه بهتر اون تسکا رو انجام بده. و حالا در نهایتا در واقع نتیجه‌ای که در ادامه نشون میدیم اینه که به هر حال در واقع مدلی که بای دایرکشنال خیلی بهتر از مدل‌های قدیمی که قید و شرط داره که حالا از کدوم جهت فقط از یک جهت در واقع مدل بررسی بشه و این کد بشه در واقع عملکرد خیلی بهتری خواهد داشت. و همونطور که گفتم در واقع این توکن هایی توی بحث ماسک LM یا MLM در واقع 15% توکن های حالا یک جمله 15% توکن های حالا جملاتی ما داریم در واقع ماسک میشن و مدلمون حالا در نهایت میگه که اونو پردیکت کنه و اینکه در واقع توی next sentence prediction هم حالا یه سری تسکای مثل question answering و natural language inference در واقع استفاده میشه که چون که در واقع موقع اون فهمی که حالا توی اسکیل بزرگتر بتونیم ارتباطی بین جمله ها رو درک کنیم در واقع نیاز داریم.
و اون بحث حالا ماسک کردن که گفتم در واقع از اون 15% 80% با خود توکن ماسک جایگزین میشه. اون کلمه‌ای که ماسک شده 10% مواقع با یک کلمه رندوم جایگذاری میشه و 10% مواقع هم با خود کلمه اصلی جایگزین میشه که هدفش اینه که به هر حال در واقع مدل ما روباست‌تر بشه و همین که بتونه یه بایاسی پیدا کنه که در واقع اون توکنمون رو با اون کلمه واقعی جایگزین کنه و بتونه حالا یه چیزی که رندوم هم جایگذاری شده رو بفهمه که حالا اشتباهه. و خب همونطور که گفتم فاین تیون کردنش هم استریت چون ساختار کلی عوض نمیشه و در واقع از هم سلف اتنشن استفاده میکنه برای اینکه در واقع اون سیکونسمون رو انکود کنه و اینکه در واقع فاین تیون کرد در واقع پارامترهای مدل پریچین شده هم در واقع تمام پارامترها فاین تیون میشن و اینجوری نیستش که فقط یه قسمت‌های فاین تیون بشن. بعد برای تسکایی که صرفا حالا گفتم یه سری تغییرات کوچیکی هستش بین در واقع یه سری فرقای کوچیک هست بین تسکامون توی ساختار مدل، اینه که صرفا اونای تسکایی که توکن لولن در واقع رپرزنتیشن که به عنوان حالا لایه اوتپوت لایه خروجی داده میشه توکن رپرزنتیشنه، چون که به هر حال برای تسکایی که توکن لولن ما نیاز داریم که یک رپرزنتیشن جزئی داشته باشیم و برای تسکایی که مثلا کلاسیفیکیشنن همون رپرزنتیشنی که با CLS داریم که در واقع ما میتونیم حالا بیایم و جمله رو در واقع بدونیم که سیکونسمون کجا شروع میشه، جمله‌مون کجا تمام میشه و حالا این شکلی بتونه اون تسک رو بهتر انجام بده و همچین رپرزنتیشنی استفاده میشه که همونطور که گفتم ساختار کلی هم که یکی هست، اول پریچین انجام میشه و بعد در فاین تیونینگ کل پارامترها اند تو اند در واقع فاین تیون میشه و اینم ریزالتیه که در واقع نشون میده مدل. میبینیم که حتی در واقع بیت بیس که پارامترهای کمتری هم داشت در واقع تونسته که حالا به طور خاص مثلا مدل در واقع عملکرد بهتری داشته باشه و در واقع مدل هایی که از قبل مثل حالا GPT ارائه شده بودن ازشون حالا بتونه در واقع دقت و متریک هایی که بررسی شدن بتونه بهتر عمل کنه و حالا در واقع کاربردهای زیادی هم داشته مثل حالا چت بات ها، مثل ویچوال اسیستنت ها و در واقع به خاطر این بحث کانتکستوال تونسته توی اون تسکایی که حالا ما نیاز بیشتری داشتیم به اینکه از اون درک بهتری از این کانتکست داشته باشیم تونسته عملکرد در واقع بهتری داشته باشیم مثل حالا کوئسچن آنسرینگ، سنتیمنت آنالیسیس و تکست کلاسیفیکیشن و غیره. و به طور خلاصه هم اگه بخوام بگیم که در واقع اصلی ترین و مهمترین کانتریبیوشنش که داشتن همین بحث بایدایرکشنال بوده و حالا با معرفی کردن MLM و NSP هم در واقع تونستن تسکیه در واقع داونستریم دقت بهتری نشون بدن و عملکرد بهتری داشته باشن. و خب یک چیز مهم دیگه هم که اصلا که صرفا اون پری ترینینگ که انجام شده روی یک حجم زیادی از داده بوده و در واقع ساختار کلی هم حفظ شده که بتونیم حالا واسه تسکیه داونستریم بدون اینکه حالا بخوایم چیزی رو خیلی عوض کنیم در واقع عملکردش رو در واقع توی اون تسکا نیست حفظ کنیم. مقاله بعدی مجددا آقای نوریان هستن. آقای نوریان اگه میتونم دوباره فایل رو آپلود کنم اینجا. آقای دکتر احسانی ما فرصت داریم یه مقاله دیگه هم در واقع ارائه بدیم؟ خب مقاله بعدی Language models are unsupervised multitask learners. این مقاله بودش که در واقع دوباره شرکت OpenAI منتشر کرده برای معرفی GPT ورژن 2
خب که سال 2019 بله سال 2019 منتشر شد. خب تسک های NLP یه بار دیگه با هم مرور کنیم. question answering هست، یعنی سوال و جواب با یه مدلی که در واقع ترین شده ما بتونیم سوال بپرسیم جواب بده. ماشین ترنسلیشن هست، برای ترجمه استفاده میشه. ترجمه میتونه ترجمه در واقع دوتا زبانی که ما انسان ها استفاده میکنیم باشه یا ترجمه به یک زبان ماشین باشه. reading comprehension هست، summarization هست، text classification، semantic analysis، language generation. همه اینا جزو تسک های در واقع زبانی محسوب میشه. خب چالش هایی که ما داریم توی در واقع این حوزه، یکی پیدا کردن ارتباط احساسات هست در حالا تکست هایی که داریم و اون از استاتستیکال پترن در واقع میشه اینجوری توضیح داد که مدل زبانی ما در واقع میاد این ارتباطات و معانی و مفهوم ها رو در قالب یک سری احتمالات در واقع یاد میگیره و عملا متوجه مفهوم موضوع نیست و اینو در واقع همه این مفاهیم در قالب یک سری روابط ریاضی براش تعریف میشه که خب این از یه جهت چالشه که این ما مدل رو چقدر میتونیم غنی بکنیم که این روابط ریاضی واقعا بتونن یک نمایشی از آن چیزی که واقعا وجود داره باشه. خب توی GPT مقاله قبلی که بررسی کردیم، اولین مقاله که GPT 1 رو معرفی کرد، Generative Pre-trained Transformer، گفتیم دوتا استپ داره، Unsupervised Pre-training و Supervised Fine-tuning، مراحل ترین کردن یک مدل. خب راجع به هر کدومش توضیح دادیم که گفتیم Unsupervised Pre-training در واقع روی یک سری دیتای آن لیبل شده اتفاق میفته. حالا Unsupervised Multitask Learning در واقع ما میایم مدلمون رو روی داده هایی با تنوع به شدت زیاد آموزش میدیم، یعنی از هر نوع داده‌ای ممکنه توش داشته باشیم، داده های علمی باشه، داده های مثلا تفریحی باشه، چیزهای مختلف، که این مدلمون در نهایت به این شکل نباشه که یک کار رو بتونه خوب انجام. یعنی ما عملا میخوایم مدلمون رو به اندازه غنی بکنیم که همزمان بتونه کارهای مختلف رو انجام بده. برای مثال ما به عنوان یک انسان میتونیم مثلا یک متن خیلی فرمال و علمی بنویسیم، میتونیم یک متن داستان بنویسیم، میتونیم یک متن خنده‌داری بنویسیم و میخوایم این مدلمون رو جوری آموزش بدیم که توانایی همه اینها رو داشته باشه. و همه این چیزایی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم منظور از همه تسک هایی که زیر مجموعه در واقع یک تسک زبانی میشه که خب این قابلیت ایجاد میکنه که بتونه یک درک عمومی از زبان داشته باشه. در واقع این داده های آن لیبل شده این در واقع باعث این میشن و همین که بتونه اون استاتستیکال پترنش رو قوی تر بکنه و غنی تر بکنه که بتونه ارتباطات مختلف از جمله ارتباطات احساسی بتونه خوب درک بکنه. که کلا دلیل اینکه GPT 2 یعنی انگیزه این GPT 2 هم همین بودش که بتونیم مدل اون GPT 1 مون رو به شدت قوی تر بکنیم، بتونیم یک مدلی با قابلیت های بزرگتری از GPT 1 که معرفی شد و داشته باشیم. خب ساختارش مثل همون ساختار GPT 1 هست، به طور کلی تفاوت نداره، ولی خب لایه هاش بیشتر شده، پارامتراش تغییر کرده، پارامترهای خود مدل به شدت بزرگتر شده. حالا راجع به این صحبت میکنیم که اینا باعث شده که عملکرد بهتری از GPT 1 رو داشته باشه. خب اولین و مهمترین نکته مدل سایز هست، یعنی سایز مدل. یعنی GPT 2 رو که اومدن در واقع دیزاین کردن، تعداد پارامترها رو به شدت بالاتر بردن. یعنی GPT 2 با 1.5 میلیارد پارامتر آموزش دیده که این تغییر تعداد پارامتر که چندین برابرش کردن باعث شده که یعنی در نهایت این مشاهده شد که قابلیت یا ظرفیت به شدت بیشتری رو برای درک پترن های الگوهای سخت‌تر
پیچیده تر داشته باشه. ببخشید. و وقتی که ما اون در واقع لایه‌های درونی مدل رو وقتی که بزرگتر می‌کنیم، عملاً پارامترها رو بالاتر میبریم، ما اون فضایی که داریم و می‌خوایم یه فضایی هست که ریپرزنت میکنه اون مفاهیم رو برای ما، فضای بزرگتری میشه، در نتیجه قابلیت بزرگتری رو برای یادگیری و درک جزئیات پیدا میکنه. خب بریم اسلاید بعدی. کلا پترن هایی که پیچیده تر بودن که شاید مثلا فرض کنیم برای جی پی تی 1 وقتی پارامترها کمتر بود ما شاید میتونستیم جملات ساده تری رو پردازش بکنیم، اما اینجا پترن های پیچیده تر قابل یادگیری شدن. همونجوری که باز دوباره گفتیم مدلمون ظرفیت بالاتری پیدا کرد و تونست روابط دقیق تر و بهتری رو میان کلمات و جملات مختلف درک بکنه. خب بخش آن سوپروایز پری ترینینگش به طور کلی شبیه حالت قبلیه، با این تفاوتی که ما دیتا ستمون به شدت وسیع‌تر و متنوع‌تر شده. دوباره همون حالتی که کلمه بعدی رو بتونیم توی سکانسی پردیکت بکنه رو داریم، حالت این که ماسک بکنیم رو داریم و این در واقع بیس پری ترینینگمون هستش. خب نکته بعدی بعد از اینکه ما حجم خود یعنی ما 2 تا پارامتر داریم عملا تفاوت جی پی تی 2 با جی پی تی 1. اولیش که گفتیم سایز مدل هست، تعداد پارامترهای مدل. بعدی سایز دیتا ست و تنوع دیتا ست هست که حالا یک کمی راجعش صحبت کردیم، الان اینجا من تاکید بیشتری کردم اینکه دیتا ستمون هم به شدت وسیع‌تر و بیشتر شده تأثیر داشته توی اینکه مدلمون بتونه پترن‌های بهتری یاد بگیره، یعنی به هر صورت نمونه‌های بیشتری داره و پترن‌های سخت‌تر و بیشتری میتونه ببینه. و نمونه‌های از دیتا ستش اگه بخوایم ببینیم توی این پاراگراف 4 کتاب‌ها، انواع اقسام کتاب‌ها، حالا این بوکس حالا اسم یک دیتا ستی هم هست، مقالات علمی، وبسایت های مختلف، اما اقسام وبسایت هایی که روی اینترنت هست، در واقع اینا میرن کرول میکنن کل حالا یه بخش عظیمی از دیتا هایی که سایت هایی که روی در واقع گوگل وجود داره روی اینترنت هست و همه اینا میشه جزئی از دیتا ست این جی پی تی 2 که بتونه آموزش ببینه باهاش و اون پترن ها استاتستیکال پترنی که روش صحبت کردیم و تقویت کنه. خب ما همه اینا در نهایت کمک کرد به اینکه جی پی تی 2 یک تفاوت بزرگی با جی پی تی 1 داشته باشه. اگر ریزالتاشو تو مقاله نگاه بکنیم تو جی پی تی 1 معمولا خروجی‌های کوتاه و خیلی مشخصی بودن، اما تو جی پی تی 2 ما توانایی لنگویج جنریشن پیدا کردیم، یعنی این مدل در واقع موفق شد به اینکه بتونه به خوبی زبانو واسمون تولید بکنه، یعنی خودش بتونه خیلی راحت صحبت بکنه به شکلی که گرامرش درست باشه و یک اون متنی که واسمون تولید میکنه یک توجیه منطقی داره، یعنی یک منطقی پشتش باشه، جواب درستی به ما بده و همینطور شبیه باشه به اون چیزی که ما انسان ها می‌نویسیم، یعنی واضح نباشه که ما متوجه بشیم که خب اینو مدل تولید کرد و خیلی تفاوت داره با اون چیزی که یک انسان تولید کرده. جی پی تی 2 به شدت خروجیش نزدیک به خروجی شدش که ما انسان ها در واقع می‌نویسیم یا تولید می‌کنیم. بنابراین چه از نظر گرامر، چه از نظر منطقی که توی جملات هست و چه از نظر ساختار کلی که شبیه به ساختار انسان باشه، این مدل در واقع تونست نتایج به شدت قابل توجهی و در واقع از خودش به جای بذاره که خب توی خود مقاله مثال‌های خیلی زیادی رو تو بخش پیوستش آورده و اینکه این مقاله تونست خلاق باشه تو این که یعنی هم منعطف باشه هم خلاق باشه تو اون چیزی که داره تولید میکنه که نتیجه اون این شدش که ما حالا
هم به این صورت که یعنی ورودی مدل، یعنی اون چیزی که کاربر به مدل میده تونسته تاثیرگذار باشه تو اینکه این مدل به چه سمتی هدایت بشه و چه خروجی تولید کنه. برای مثال ما وقتی تو ورودیش مثلا ازش بخوایم که متن خنده‌داری رو تولید بکنه، می‌بینیم که واسه ما متن خنده‌داری رو تولید می‌کنه، لحن جملاتش فان‌تر میشه و اینفورمال‌تر میشه و وقتی بخوایم ازش یک چیز علمی تولید بکنه خیلی فرمال واسه همون این کار رو انجام میده. خب در نهایت اگه کاربرداشو ببینیم می‌بینیم که نیوز آرتیکلز، یعنی تونسته چیزهای مختلف، حالا مقالات، اخبار، چیزهای مختلف واسه همون طور، یعنی حالت فرمالش، حالتی که به همون داستان تعریف بکنه خیلی به صورت فان، به صورت با خلاقیت زیاد، واسه همون شعر بگه، بتونه یعنی توانایی پیدا کرد که حتی شعر ایجاد بکنه و کد بزنه. یعنی بخشی از دیتا ستی که اینوش آموزش دیده کدهایی بودش که توی دیتا ست های مختلفی هست. حالا باز راجع به دیتا ست ها توی مقالات جلوتر صحبت می‌کنم که دقیقاً دیتا ستشون چی هست. برای مثال الان میخوام خلاصه بگم، مثلا وبسایت استک اورفلو که اومده یک وبسایتی هست که برنامه‌نویس ها ایراداتشون رو اونجا میذارن، بقیه میان تصحیحشون میکنن و صفحات گیت هابی که ملت کدهاشون رو قرار میدن روی اونا آموزش دیده و این قابلیت پیدا کرده که کد جنریت بکنه و در واقع ازش بخوایم که یه کدی بزنه و کد اون رو واسمون ایجاد بکنه. اینا قابلیت هایی بودش که توی جی پی تی 2 خیلی در واقع قابلیت های جالب و جدید. و اینکه اینا هم توضیح دادیم، الان گذر بکنیم. خب همون جوری که حالا یه سری کاربردهای خاصی گفتیم، تسک‌های کلی‌تری هست مثل تکست کلاسیفیکیشن، سامرایزیشن، کوئسچن آنسرینگ، ماشین ترنسلیشن که همه اینا رو ما با فاین تیون کردن در مدل پری ترین شده جی پی تی 2 به راحتی میتونیم بهشون برسیم و دقت و کیفیت به شدت بیشتری یا از مدل جی پی تی 1 داشته باشیم. اما همه اینا باعث ایجاد یک سری ریسک هم شد که این ریسک ها چه چیزهایی بودن؟ برای مثال وقتی خلاقیت از یه جایی مثلا بیشتر بشه، خب این نگرانی وجود میاد که مدل ما یک سری اطلاعات غلطی رو به ما بده، یعنی یک ادعایی بکنه و اون ادعای درستی نباشه، یک سری اطلاعات غلطی رو در اختیارمون قرار بده اما خیلی با اعتماد به نفس همین کار انجام بده. بنابراین گرفتن یک سری اطلاعات اشتباه، نتیجه گیری های اشتباه از مدل یکی از ریسک های هستش که ما در واقع توی مدل جی پی تی 2 باش مواجه شدیم. مورد بعدی این که اطلاعات خطرناک و نامناسبی رو تولید بکنه. برای مثال اگه ما توی دیتا ستش، چون دیتا ستش بزرگ شده، عملاً تمیز کردن اون دیتا ست هم به همون میزان سخت‌تر میشه، برای همین ممکنه حاوی اطلاعات خوبی نباشه، در نتیجه مدل واسه ما اطلاعات خطرناکی تولید بکنه. این دوتا از چالش‌های مهمی که اینجا در واقع حس شد. اما راه‌هایی هست برای اینکه ما بتونیم به این چالش‌ها غلبه بکنیم یا تاثیرشون رو کم بکنیم. خب این چالش‌ها معرفی شدن. برای مثال اینکه مکانیزمی داشته باشیم برای اینکه فیلتر کنیم، یعنی مانع این بشیم که اطلاعات نامناسب وارد مدلمون بشه یا مدل اون رو جنریت بکنه، که خب طبیعتاً یکی از مواردش میشه این که ما بتونیم دیتا ستمون رو تا حد خیلی خوبی تمیز کنیم و در واقع یک کاری بکنیم که فاقد هر گونه اطلاعات نامناسب باشه. و یه سیستم وریفیکیشن داشته باشیم، یعنی خروجی که از مدل میگیریم توسط یک سیستم ارزیابی بشه که حاوی اطلاعات نامناسب، خطرناک یا حتی پیشنهادهای خطرناک نباشه برای یک فرد یا پیشنهادات اشتباه. و اینکه ترانسپرنسی هست، مثلا مدل خیلی وقتا اگه متوجه موضوعی نشده اطلاعات اشتباه تولید نکنه، ما یه مکانیزمی داشته باشیم که
حالا به هر شکلی مدل شفافتر بشه موضوع براش. برای مثال مثلا مدل بپرسه از کاربر که آیا منظورت این بود، آیا منظور چیز دیگه ای بود، یا اینکه مدل اعلام بکنه که اطلاعاتی نداره و حالا شکل‌های مختلف. و مورد آخرم بحث بایاس تو دیتا ست هست. ما اون دیتا ست هایی که واسه مدل آماده کردیم باید تا جای ممکن پرهیز کنیم از اینکه دیتا ستمون بایاس باشه، یعنی سوگیری داشته باشه به سمت خاصی، جهتگیری داشته باشه. باید دیتا ست که آماده می‌کنیم دیتا ست باشه که جهتگیری نداشته باشه و منصف باشه تا اینکه مدلمون هم دچار اشتباه تو این زمینه نشه. در نهایت مدل GPT-2 یه مدل قوی تری از مدل قوی شده GPT-1 بود که نتایج به شدت قابل توجهی از خودش به جا گذاشت توی زمینه language understanding یعنی فهم زبان و language generation یعنی تولید زبان. جزئیاتش حالا توضیح دادیم. پارامترهای شبکه بیشتر شده، دیتا ستش بزرگتر شده، متنوع‌تر شده و عملکردش هم به همون نسبت بهتر شده و در هم راجع به ریسک هایی هم که داشت صحبت کردیم، ریسک های اخلاقی که میتونه خیلی مهم باشه در واقع اینجا هم بهش اشاره شده که این حالا قوانین مختلفی بعد از این ماجراها توی دنیا بحث شد که ما چه قوانینی میتونیم روی مدل ها ست بکنیم که حالا خیلی وارد اون نمیشیم الان، و راهکارهایی که ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه به این چالش ها غلبه بکنیم. و به این هم اشاره کردیم با فاین تیون کردن مدلی که به شدت غنی باشه میتونیم روی تسک های دلخواه خودمون دقت و کیفیت قابل توجهی رو بگیریم. خب این مقاله تموم شد. آقای دکتر حسنی من مقاله بعدی هم ادامه بدم؟ نه، بسیار ممنونم از شما و خانم محترم برای ارائه‌ای که دادی. 4 تا مقاله رو بررسی کردیم این جلسه، به نظرم کافیه. انشالله جلسات بعدی سایر مقالات رو بررسی خواهیم کرد و تعداد خیلی زیاد مقاله رو فکر کنم در طی 6 7 8 جلسه آینده بررسی خواهیم کرد که از ابتدا تا همین الان تمامی اکثر مقالات مهم رو بررسی میکنیم. ممنون از شما خانم محترم و آقای رحیمی. روز خوبی داشته باشید.